این زمین پخته را 14 روز پیش دارو پوشیدند اما نتوانستند آب مانند. اکنون اعضای خواجگی دهقانی نیسای فرخار از تلف شدن پختهشان نگرانند. ما کجا پولی نداریم بتیم از کجا پولی اون بتیم دیگه 15-16 هزار سوم باز رسخت که بغیر دیگه رسخت کردگی نمیشه دیگه هیچ امکان نداره مجبور زمین پارتیم دیگه چه کنیم. در 1 هکتار این زمین گندم کشتند تلف شد و اکنون 3 هکتار پخته دیگر را نیز این پیش آمد تهدید دارد. رئیس حکومت معاونش بیار مرتبه ببینه نمیان میره میگوشون میگه که ما با یگو کار کنیم خیلی 4 مرتبه اومدگیم خلقی هست که دیگه 10 ندارن که اگر شکل نمیدونم چیکار میکنیم اینا کی اون میره متا. در ناحیه فرخار 3 جماعت گلشن، دهقانریق و ظفر از بی‌آبی اذیت میکشند. با گفته آنها حالا حدود 100 هکتار زمینی پخته را خشک شوی تهدید دارد. ما در موضع قرار داریم که 4 هکتار زمینه تا 13 روز میشه ما زمین آب داده نمیتونیم. این منظره که روز میبینید یک شبانه روز همینجا همه خلاوری کردیم آب دادیم 20 متر میره آب خوب میشه. پرابلم به حد وزنه. پس سوال با میون که پرابلم دوغ یک روزه نیست. این از چندین سال تا 2 سال میشه که همین کار همین خیلی بی‌سرانسامانه. این زمین ها به وسیله نساز ها آبیاری می شوند که متعلق به اداره آب تامین کنی ناحیه فرخارند. 3 نسازی در همین منطقه کار میکنه. یک نساز کلانش کار نمیکنه. موتور الکتریک محرکی همون الکتریکی هم رو گرفته دیگه جو میبونه خلاصه اما با طرز باید شاید آماده کار نیست. با گفته این کشاورزان زمین های آنها در سرگه آب قرار دارند. وضع زمین های پایان آب بدتر است. یک نساز میبرن شکم نساز میگردن میرن یک نخو حکومت تویسون یک قدرت نداره که یک دیگه تله بخره برام ما سوم دادیم. کشاورزان میپرسند چرا با وجود سری وقت پرداخت کردن پول آب وقتی در کاری زمین هایشان به آب ماندند. یک سال باشه مثال خیلی چکنی هر سال حال همیه هر سال. از حکومت ناحیه فرخار بر رادیو آزادی گفتند که از این مشکل کشاورزان خبر دارند و حالا در پی چاره اندیشیدنند. کشاورزان میگویند چندین بار است که این گونه وعده ها را میشنوند.